که این یک اصول است در دانشگاه ها باید باشه، اما باید توجه شود به همون استعدادها و خلاقیت های فرد. پائولو فریره یک از نظریه پردازان حوزه آموزش است، میگه که این نمردهی بر اساس پارچه یک بیرحمانه هست. چرا مثلا بعضی جوان ممکن که وقتی که امتحان هست حالش خوب نباشه، دچار یک مریضی شده باشه، مثلا یک مشکلاتی داشته باشه، حل نتونه، اما در غیر از صورت استعداد فعالی داره، خلاقیت های فعالی داره و میگه که باید نهادها توجه بکند در جریان تحصیل به همون استعداد فرد. اگر میفهمد که مثلا یک شاگردی در یک مکتبی یا یک مثلا محصلی در یک دانشگاهی فعال است در جریان ارزیابی و در جریان این که مثلا یک کاری برش سپرده میشه و کار خلاقانه انجام میدهد و بعد از اون در پروسه امتحان زیاد توجه به پارچه‌اش کرد و باید توجه به همون استعدادهای قبلی که از خود بروز داده بود توجه بکنه به آنها. بسیار عالی است. حالا